قاتل پدرم حسابش را خیلی تلخ می سپارد. будани акрам аён буд. акрам имрӯз ҳешматоғоро тарсонд. ғавғо карда таҳдид мекард. ҳашмат оғо рав гуфт ки хеле асабӣ шуд. ҳисоб инро медиҳӣ гуфт. бандҳоро бо ҳамин буриданд. نامرد بندها را چخل بریده باشد جزایش را هم میبیند. این را کسی کرده باشد جواب میگوید. مایلش جانم عیادتی بیمار کوتاه میباید. رحمت سید بابا ما هم امروز به خانه میرویم. یوسف اکم آمده ما رو میبرد. راست سید بابا می ایستادید او باید یک جای میرفتیم. رحمت دخترم اما وقتی آمدن رضای درگی را آوردم. با ماشینش مرا تا ده میبرد. تشکر بوی. مایلش پسرم خدا نگهبانتان. شفا یاب بچه جان. نغز مانید دختر. رحمت سید بابا. لطفیه خراجانی‌ها رو حشمتش مرده است. اودم سپس چخیل مرده است؟ اکرم کشته است. کی؟ اکرم کشته است؟ هیچ عقل نداشته است این اکرم. حشمت رو کشت اما بچه هایش زنده نمیگذارند اکرم رو. اکرم سرش رو خورد. اکنون زن بیچاره چیکار میکند؟ خدا آرامی دهنه پرده. راست میگوی همسویا. ای چی ها اومدن به سرمون دیدی همسویا؟ سوختم من. حشمت دروغ میگویی تو. نرس مرا. حشمت 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 پاکیزه چی شده است؟ چرا هزار نالیش میکنه؟ یک بانگ زده گذشت نفهمیدم چی شد. حشمت خراجانی رو کشتند همسایه. کی؟ اویشه خلا اکرم خدای شما رو کشته است. وای 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 خدا این زن رو دردش رو بین. اکرم نیز مثل پسرش حشمت گویا خدایش. ما نه دوست نداشتنش معلوم. حشمت نبود که یوسف رو در دهنه میخوست. اکرم حشمت رو چرا کشته باشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم.
Assalomu alaykum Said bobo. Va alaykum barsalom Hamid. Xondani omadam. Xayr bod. Xush omading Nuri dida. Ammo imroz rozi xonishad نیست یا من خطا کردم؟ نه بابا من خودم اومدم. حشمت مگ مرد و مورو جواب دادن. حشمت مرد؟ ها زیر قلاچوب همون. چه خیل بیجید همان خیل میمیره. چه خیل بیمیره همان خیل حشر میشوید. فرمودند پیغمبرمون صلی الله علیه و سلم. والله مرگ را نیز بخیرش نصیب کند. حشمت در کجاست؟ در کجاست؟ خلیل خلیل اوچا آرام شوید اوچا. من ببینم. نبینی بهتر است. نبینی. کاش خبری سیاه نمیگرفتم. تو را در این احوال نمیدیدم. به خاک سیاه میمانند مگر مرا مانده کجا میروی؟ خراب کردی خود را. گذشته را برگردانیدن در دست ما نیست. صبر کن. دیر کنیم باشد از دست ما چی میآید؟ شب بسیار مشکل. خدا صبر دهد. نه اوچا بس است اوچا بس. دوست مرد. اکر راست است. اوچا اکرم این رو چرا با پدرم روا دید؟ اوچا بند غول چوب رو اکرم بریده است. اکرم دوست مرد دوست. خوش آمدید. خوش باشید. سلیمان تو چرا در کار نیستی؟ با تو چی شد سلیمان؟ اکرم حشمت را کشت. چی ها میگویی سلیمان اکا؟ این ناممکن است. نخود که اکرم اکا؟ والله ما نیز حیران ماندیم. اما انیق کاری او. چه خیلی انیق؟ با چشم دیدید شما سلیمان اکا؟ نه تنها من، همه دیدند. اکرم حشمت را زدن میخواست. به زور خلاص کردیم. از دستش نگیریم در همانجا او را میکشت. از غضب دیوانه شده بود. حشمت را تهدید میکرد. همه شنوید یوسف. بعد گفتگیش را به جا آورد. او را کشت. یک بار دیگر میپرسم سلیمان اکا، با چشم خود دیدید؟ به من گویید یک کلمه. نیو اما تمام. همین قدرش به من کفایه. دهانت را پیش میگویم. عبدی ما قرجانی هستیم. قرجانی. شوهرم فوتید، اما دو شیر بچه هم زنده هستند. از این پس اکرم البته جزایش را میبیند. به ژاندارم خبر دهیم. رئیس چه خیل ژاندارم؟ خلیل گردنت چی کند؟ خلیل وای سگ در خانه چیند و تو همین خیل میستیمی. دادا رفتم مار را از لانش میبرارم اوچا. خلیلیست. خلیل
تو اینجا مان. کی ایستاده این؟ میماند که قاتل داره میده زندگی کنن. رفته 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 رفته. دوست مرد. دوست مرد. Aka, David aka. Yavuz? Qarajonho, deha, hamma ba یک پخ هستن. اکرم را میکوبن. Davida ba jandarm ko khabar de. نداشت. چی شد فوزیل؟ پی خبر موندم چی؟ من از دخت میکفم تو خورسندی داری. قهوه خانه را مونده رفته نمیتوانم. پدرم میفهمد. گویا میز و کرسی ها را میدوزیده باشن. همه دیه آنجاست به این هم. دوست مرده. ها مرده است. اکرم اکا کشته است. زود باش. حشمت آقا را کشتن. حشمت آقا را کشتن. چی شو؟ با کجا میروی؟ بستر. امینه تو به من باور داری ها؟ رفتم کستر. زودتر. رفتیم. رفتم کستر. زودتر. اکرم 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 چی کار میکنی؟ اکرم یوسفم. ده این رو. من نکردم یوسف.
خدا شاهد است که من نکردم. میدونستم که تو چون این کار رو نمیکنی. انیخ کار چی بود؟ آن روز به انبار رفتم. ارم را گرفته خیر خوش میکردم. آن زمان حشمت اومد. اره را گرفتن خواست. اول ندادم. حقارت کرد، دشنام داد. باز هم آواز نبرآوردم. اما پدرم را که خوش کرد خودداری کرده نشد. یوسف پرتافتم اره را به پیشش. بعد از اونجا رفتم. همش همین. دیگر چیزی نکردم. من نکشتم. قسم میخورم من نکشتم. اکرم اکا، من به تو باور میکنم، لیکن برای اثبات بیگناهیت به عدالت تسلیم شدنت لازم. هرگز یوسف، اگر او را برند دیگر هرگز رها نمیکنند. اما اگر تسلیم نشود گناهش را قبول کردگی میشود. قرجانی ها هم شما را راحت نمیمانند. نگرید ینگه، شوهرم بیگناه است. من همه کار را میکنم که بیگناهی تو را تصدیق کنم. اکرم! اکرم! سگ! میدانم که در خانه ای سگ! سگ! آتش زنید! آتش زنید! آتش! اکرم! اکرم اکا ایست، من خودم گم میزنم. تو برای کار دشوارتر میشود. زنگانی روز نشو اکرم! برای که خانه‌ات را آتش بزنم. برو میگویم. جان را خدا داده است. اکرم! اکرم! اکرمی! ایست تو اکرم اکا، تو برای کار دشوارتر میشود. من نباشه خانه‌ات را آتش بزنم. برو! اکرم! برو! برو! برو بیرون! اکرم اکا ایست، من خودم گم میزنم. اکرم جون ایست. برو بیرون! برو بیرون قاتل! اکرم! جانم را کوبیده چی میگوی عبدی؟ گپت باشد برایم گوی. اکرم ایست. اکرم! ایست. بی‌نصبان. ایست عبدی. اکرم بیگناه. او نکرده است. بیگناه؟ گپت بینن. قاتل را حمایه میکنه. هر دو یک جا شده پدرم را کشتند. رزیلان! عبدی به گفته هایت دقت کن. یوسف، خونخوری قاتل یوسف، برای آمده لعنت یوسف. اکرم! میکشم تو را رزیل! ابله! میکشم! 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 گروزه راه را کشوه جدا کنه داشون. سرده! اکرم! سرده! سرده! قاتل! گیرید برید او را! قاتل پدرم! عبدی آرام شو. بس برای این قاتل را. اکرم؟ گریه نکن. خواتیر نشو امینه. عدالت جویش را مییابد. بیگناهی معلوم میشود. بس عبدی آرام شو. اکرم! اکرم! یوسف امینم به تو امانت. امانت تاج سرم اکرم اکا. برای آشکار حقیقت از دستم می آمدگیش را میکنم. من به تو باور دارم یوسف. من به تو باور دارم. اکرم! 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 دست مرد تو کشتی مگر تو کشتی رو از اینجا گریز. تو با تو اینجا میمونید. آسایش رو تامین کنید. تو کشتی. من گمشم گیرد او را. لعنتی دردی سر.
مامان تمام تیز هر کس به خونه خود هیچ شوید گفتم تیز اکرم هر کس از پی خود نشونمی مرا تیز روید جا را خلق تیز پدرم ناومدند. کثافت! اپا خوب هستین؟ بیایید زخم رو تازه کنم. بیایید. تمام اپا. صدق الله العظیم. فاضل خوش آمدی بچم. او را من کشتم. دوست قاتل من کشتم. آخر من کشتم. کی را کشتی فاضل؟ من کشتم. تو کی را کشتی؟ دوست را من کشتم. دوست مرد. فاضل بیهوده گپ میزنیم. حساب کتاب کردیم. همش بود شد. با ما کمی وقت ده. منو کزبان کار کرده قرضمون رو میسپاریم. کزبان گفتی؟ برا نخندم فاضل. او انتخابش رو کیا کرد. نمیفهمی که حساب تمام شد. چی خیلی تمام شد؟ رو از زنت پرس. او فهمونه. چی گفتن میخواهی تو ابله؟ چی گفتن میخواهی؟ سر دهید مرا سگ بچه ها. سر دهید مرا. نابکار گویا نفهمیده باشد. فاضل بچه جان تمام بچم. آرام شو. گذشت بچم. کنی اینجا شین. خیز بیا اینجا شین. بیا شین. زن رو هم فریب دادند. عیبی ندارد. نه بد است. بد
مرا مانده رفت و بد است و بد است و پرتافت. سر دهید مرا، سر دهید ابله. کیزبان و کجا می روی؟ این خیل کار را چه خیل میکنی؟ کیزبان و هیچ کجای نمی روی و کجا تا آخر عمر با تو قشاقخانه زندگی کردنی نیستم فاضل. راحت گذار مرا. کیزبان فاضل جان، همش گذشت. زیغ نشو، غم نخور دیگر. گذشت. نگذشت. زینب نیست. خیلی زینب نیست. زینب آنجاست. زینب رو سرده. زینب کیزبان زینب رو مون. کیزبان زینب رو مون. دخترم زینب دوست. زینب زینب را دزدید. زینب دخترم. دوست مرد. من کشتم. او نکرد. من کردم. اکرم نکرد. من کردم. تمام فاضل جان، حشمت را تو کشتی. او نکشته است. تو کشتی. من کردم. من کشتم. من کشتم. خدا صبر دهد. بسیار مشکل. دردت کلان. اما زنده ها باید زندگی کنند. ما باید صبر کنیم. گیر. مریم اپا خدا رحمت کند. تشکر. به پنجره چه خیلی زدید اپا؟ اپا وای مرا به ناگاه تله داد. چی؟ هلین داروی مرا بیار.
کانی گبزن چرا کشتی؟ نه من نکشتم سردار. با خدا قسم من نکشتم. اگر نگویی من چه خیلی بگب در آوردنت را میدونم. من نکردم قماندان. راستش رو میگویم. من نکردم قماندان. با خدا قسم من نکردم. نکن خیر. چه جوی گریه دارد؟ خدایا توبه. کنی تازه کن چشمانت را. چرا زحمت کشیدید آیشه خاله؟ از گلویم نمیگذرد آخر. نه دخترم، بزوری باشد هم میخوری. کنی بیا. یک قاشق باشد هم میخوری. کنی بیا بیا. ینگه امینا. ینگه امینا. یوسف هم است. اسمم کشایم. تو خوراکت را خور. واه یوسف اکا، بینید این دختر چی ها نوشته است؟ کدام دختر چی نوشته است؟ تو نمیفهمی درست را خوان؟ ای شما خپکی دل سوزانه که اکا چی دارد بیا من بینم؟ نه نرست یابوز نرست. یوسف اکا جان میخونم. ته با من ده با من ده. اکا منم میخونم. با من ده با منم میخونم. ایست جانم یوسف بعد از سالها زیاد یکجا بودن این جدای مرا غمگین سازد هم سرته این جدای مرا غمگین سازد هم تو رو همیشه یاد میکنم. سرته باور دارم که محبت زیاد باور دارم که کارها زیاد رو خوب انجام میدهی با محبت زیاد. آیشه خاله را دیدن میخواستم. نیستن؟ نیست، به خانه امن انگم رفتن. خدا صبر دهد. تشکر. خدا صبر دهد. سلامت باش. مریم دادم رو یاد کردم. بچه جان بس کن دخترم. چشمانت خشک شد از گریه کردن. چه خیلی گریه نکنم آیشه خاله. بی اکرم چی کار میکنم؟ چه خیلی میزیم. همیشه اونجا نمیمونند کو. تو اکرم آمدن تو رو تنها نمیگذارم دخترم. آه آیشه خاله میدونم. خدا از شما راضی باشد. مبادا اکرمم ناید چی؟ احوال من چی میشود؟ او رو از آنجا میبرارم. حشمت را که کشتنش را مییابم. اکرم عیبدار شد و من آدمی کردگی من کردم گفتن نمیبراید کو. بخیر است انشالله. در این ساعت کی باشد؟ بغیر از شما کسی خبر نمیگیرد آیشه خاله. از خراجانی ها میترسند. کسی چه حال داری گفتن ناامد. آهسته بچم با دقت باش. از دست خراجانی ها هر چیز میآید. یوسفم با دقت باش. کیستی؟ منم سعید. سعید؟ در این ساعت چی میخواهد؟ به امینه گفتنیه دارم. تو خودت کیستی بچم؟ من به دخترم امینه گفتنیم که اکرم بیگناه است. سعید بابا است. کشا امینه دخترم اکرم بیگناه است. حشمت را فاضل کشته است. اکرم خلاص شد شکر خدا. بابای دیوانه کی باور میکند سعید بابا؟ فاضل خودش گفت. تا امروز با من گفتگی‌هایش درست برآمدند. اگر او کرده باشد اکرم را عیبدار کرده نمیتواند.
شما چرا خواب نمیکنید؟ بگذر ما هم حاضر میخوابیم بچه. تنی بینم چی؟ بابام کجاست و چرا شب نامد؟ عمر بس گپی بیهوده نگوی. بیام با من بخواب میترسم و چه؟ از چی میترسی بچم؟ کنی دعایت رو خون خواب کن. خواب کردم خدا جان بیدارم کن. با نور خود روشنم کن. جان از دلم براید ایمان را خمراهش کن. آفرین بچه جانی با عقل من. کنی چشمانت رو پوشه کنم. آچه خدا ما رو میبیند می؟ بله. این فکرها از کجا به سرت می آیم؟ بیبیم رو نیز خدا میبیند؟ بله بچه بیبیت رو هم میبیند. خدا همون رو همه انسان ها رو هم میبیند هم میشنود. کنی بس خوب رو بکنم. من شما رو بسیار دوست میدارم آچه. اینقدر. اوه جانی من شیرینک خودم، من هم تو رو دوست میدارم. اما بیبیم شما رو دوست نمیدارد. این خیل نگوی عمر. ای بس بیبیت مرا دوست میدارد بچه. این خیل باشد چرا بیبیم شما رو زد؟ دوست میداشت نمیزد. چرا میگیرد و چه؟ کلانو نمیگیرند کو. تنها کودکان میگیرند. کنی خوب رو بکنم. بود نبود یک بزرگ جنگل پا بود. او فرزندانی بسیار داشت. الولک، بلولک، خشتک سری تنورک، میخ چپرک، تاخ چپرک، تشینک، بالاشینک. بزرگ جنگل پا باشد برای فرزندانش را سیر کردن. هر روز به کوچه می برآمد. هر بگاه برای آنها در شاخش علف، در پیستانش شیر و هر چیز که می‌یافت به آنها می آورد. آنها را سیر می کرد. یک روز به فرزندانش آگاه کرد که در را برای هیچ کس نگشایند در وقتی نبودنش. اما آنها هر روز مادرشان را انتظار می‌شدند که کی مادرشان با شاخه‌های پر به اینجا می آید، به خانه‌شان می آید.
دادا با کجا میروید؟ من هم با شما میروم. شیر بچه بیدار شده است. دادا بابا مرده است، امیر میگویند. بله. این یک روز به سر همه می آید عمر. اما خوب قبر بابایت را یک جای زیارت میکنی مایلش؟ مایلش. بس دیر میکنی خلیل. سر دهید مرو، سر دهید. اوه فاطمه، میرفتیم از این دیگه. به سبب سرمان رو به درد در آورد. خور و زار کردن اکرمم رو. خدا بزرگ است مینا. زیغ نشو. همه اینها گذشته میرود. من به یوسف باور دارم. انشالله اکرم رو خلاص میکند. انشالله فاطمه، انشالله. شبی در روز خوابهای آخیره دیدم. بسیار میترسم. زیغ نشو، کمی صبر کن. بیگناه بودن اکرم رو همون میدونیم. رحمت خدا باش دوستان زنده باشید. خوش آمدید. رحمت. تشکر. تشکر رحمت. خوش آمدید. هزار رحمت. تشکر رحمت. هم دردی قبول کن. رحمت. خداوند رحمت بشه. رحمت. هم دردی قبول کن. سلامت باشید. شما صبر جمیل. خدایا توبه، این چی کار میکند اینجا؟ یوسف بیا بچم بیا. آمدم. بیا بچم بیا. گرم خور. اوه. چه خیل با لذت شده است. دست درد نکنه دوچه. اوه شود. اشتهای تام و ایشه خاله. خوش آمدی دخترم. بیا دخترم بیا. تنور تیار هست خیالم. تیار. به هزل خانم برام گفته خوراک پختم. نانی گرم و سمبوسه پختم. خالم هم سمبوسه پختن. ایشه خاله، نروید خیالم بهتر می شود. دین شب به اونجا رفته بودیم و هزل خاله خیلی خشمگین با مریم اپا نیز بد رفتار میکرد. روید دل شما رو هم میرنجوند. الیف راست میگوید. مرا هم پرسید نروید میگویم. مصلحتی میدادگی اینها را بینید. بچه جان نرفته نمی شود. مرگ است اینها عرف و عادت هایمون. آیسته باشم آیسته. میبخشید اکا. اوچه چی شد بچم؟ چی شد؟ حشمت را گسیل کردم. این چی خیلی گپ زده نه؟ ای بست بچم ای. در را محکم کن. خای مرافعه کی می شود؟ والله چقدر که میدونم کم مانده است. ادوکا دیده ایستاده است. به ما خبر میدهد. عصبی نشو خلیل. اکرم را با احتمال زیاد آزاد میکنند. چه یعنی؟ دادم را کشت. جزا نمیبیند. این چی گفتن است رئیس؟ قانون دلیل میخواد خلیل. شاهد نباشد این کار مرد. اگر خواهی ادوکات را پرس.
بنبوری اکرم را کسی دیده است؟ نه، اما با چشمش دیدگی می بود. آن وقت دیگر خیر می شد. البته فهمیدم رئیس، بسیار خوب فهمیدم. به ما یک شاهد لازم میگویی؟ نباشد ما هم مییابیم. خلیل حاضر میآیم. بیا. پخته است. مان کمی سرخ شود. بچه من برآمدنم لازم. این چیز خودش بچه‌ام؟ یک میدرویی یک میبرویی. زود برمیگردم. چی کار داری؟ زحمت نباشد دخترم، همین سمبوسه ها را به بالاخانه بردمان. چی شد؟ با اکرم همشو گپ زدم یوسف. اول کم تا ناراحت شد. من پولی بعد وقت میدادگی ندارم گفت. دوستی تو بودنم رو که گفتم آرام شد. خدا بنده‌اش رو هیچ وقت تنها نمیگذارد. لیکن کشتن فاضل رو اثبات کرده مغازیم. میدونی که مرافعه دلیل طلب میکند. تو هم فاضل رو یافته اقرار شدنش رو طلب کن. این بسیار مهم است. میدونم. حل میکنم، اندیشه نکن. رحمت دخترم. رحمت دخترم. رحمت دخترم. نسی کثافت! غمگین شدم هزل. با کدام روی با چه جسارت اینجا می آیی؟ پسرت به دیه آمد و فلاکت ها از سرمان کم نشدن. هزل خانم، غمت کلان. از غم میگویی اینها را. سری حشمیتم را نیز پسری کثافتت خورد. دف شو از خانم، دف شو میگویم، دف شو. چرا ایستاده ای؟ دف شو از خانم. همدردیم را قبول کن. خدا صبر دهد هزل. مریم، دخترم، با بی صبر آغشته را آتش نمی سوزاند گفتند.
дар қишлоқи боло ҳаст. Ин қишлоқҳо картошка қимат шудааст. دزمان масъалаи фотиҳат монд гӯй. дар банд ҷаноза даромад бин. шояд акнун абдӣ аз фикраш боз мегардад. яъне чӣ дурӯғ гӯям, орзуи бо ӯ фотиҳа ва тӯй шуданро надорам. ба ман ҳам хускор меомадааст аз деҳайдара хабар омад. хайр муборак бошад, ба хайр мешавад иншоллоҳ. элиф, медонӣ чӣ? лекин ман хускоронро рад мекунам. чаро? дили ман ба юсуф кашол аст. бисёр зебост. беҳуда ҳавас накун. юсуф дар шаҳр дилдодае дорад. چی خیلی که گفتم سعید بابا تا مرافعه از فاضل یگون چیزی فهمیدنمون لازم. وای بیگویی ها در کلبچه‌اش است. آچه هم دیشب وای گفته بودند وای ها یک عقل گم کرده است. چی خیلی شده است؟ حشمت قرجانی از پشت مرده گپ زدن درست نمی شود و فاضل هم مثل من و تو بود. عائله خوشبختی داشت. از قرجانی ها فاضل هم قرض دار. چقدر که کار کند، چقدر که پول دهد، هیچ قرضش تمام نشد. زنش را فریب دادن. حشمت از دهه همسایه با آدمی پولداری گپ زد. وای قرضای فاضل را به حشمت داد. چی خیلی یعنی؟ حشمت پول را گرفت. وای باشد زن و دختری فاضل را صاحب شد. عقلش این غم را نبرداشت و سلام. اما دلش پیشتره بر این پر از شفقت. لیکن احساس که بلند شد عقل کم می شود. کارهای نادرست کردنش ممکن. دیوانه است، نمی فهمد. لیکن قرجانی ها عقل و قلبشان پر از نفرت و بدبینی می باشد. عقل و قلب که در بدی یک شد خدا ناشناسی می شود. با این خیل آدمان عقل و قلب را پر از دوستداری کرده با تمکینانه رفتار نموده فهماندن لازم است. مش جنگی نی. و قرجانی ها عقل جنگی لازم است. خلیل مرا نفهمیدی به خیالم. این کار را زودتر حل کن. خب این رو از نو کن. کنی؟ مالش. اینش رو هم. ای خدایا دیر شد و اکاتون هنوز نامد. میآید و چه؟ خاطر نشوید؟ نیوخیر امینه تنها ماند. مراد تو آمدن اکات امینه ینگات رو تو پسبونی کن. از این اولاد دلم پر نیست. مایلش و چه؟ اینه بین. مراد مراد آوازت را برار. آمدم و چه آمدم.
امورا که تو این سلاح رو گرفتی